جاوید عبدالرحیم زاده، سراینده و نوازنده با استعداد گروه هنری نوری نزد جمعیت منطقوی تاجیکان شهر نوکوزنتسک 9 نوامبر سال 2019 در سن 32 سالگی این دنیا را پدرود گفت. هنوز از آوان خردی جاوید مادرش دنیا را ترک کرده بود. او را پدرش به وایه رسانید و همگی 1 سال پیش آیله دار نموده بود. گرفتاری بیماری جگر سبب شد که پدر، همسر و دخترچه همگی 2 ماهش را گذاشت و جان به حق سپارید. همه از خداییم و بازگشت ما به سوی اوست. جمعیت تاجیکان شهر نوکوزنتسک، دوستی ملت تاجیک و روس، به اهل عائله و پیوندان مرحوم اظهار همدردی نموده از درگاه خداوند طلب میکنیم که صبر را برایشان ارزانی کند. دعا گوییم که خداوند رحمت و مغفرت کند، جنت را نصیبش